بسم الله الرحمن الرحیم. قصه پادشاه ظالم و دوریدگر. یکی از پادشاهان دوریدگری را به قتل حکم کرد. پس از این خبر فاش شد و به دوریدگر رسید که همان شب او را خواب نبرد. همسرش به او گفت: ای دوریدگر، به مثل دیگر شبها خواب بکن که پروردگار یگانه است و درها بسیارند. و این کلمه های آرام کننده به قلب دوریدگر تأثیر کرد و چشمان خود را پوشید. پس از خواب بیدار نشد مگر با آواز بلند لشکران پادشاه که به نزد در او آمده بودند. دوریدگر به سوی همسر خود با نظر ناامیدی و پشیمانی و حسرت انگیز نگاه کرد که آیا او تصدیق میکند که با دو دست خود در را بر روی پاسبانهای پادشاه بکشاید؟ و دیر نگذشته در را دوریدگر کشاد که پاسبانهای پادشاه در پشت در به او در یک حالت غریب و عجیب نگاه کرده گفتند: در حقیقت پادشاه وفات کرد و ما از تو میخواهیم که به او یک تابوت بسازی. با شنیدن این خبر چهره دوریدگر همچون آفتاب نورانی شد و به همسر خود با تبسم نگاه کرد که او باز چنین گفت: ای دوریدگر، به مثل دیگر شبها خواب بکن که پروردگار یگانه است و درها بسیارند. با همین قصه تمام شد. الله مهربان در حدیث قدسی می فرماید: ای بندگان من ظلم را در نفس خود حرام کردم و در بین شما نیز حرام قرار دادم، پس به یکدیگر ظلم نکنید. آنی که به منصب خود را عزیز می شمارد پس قصه فرعون را به یاد بیارد، و آن نفری که به مال خود را عزیز می شمارد پس قصه قارون را به یاد بیارد، و آنی که به نسب خود را عزیز می شمارد پس قصه ابولهب را به یاد بیارد. پس بدانیم که عزت و قدر و منزلت در نزد الله است، چنانه که می فرماید: من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا. هر شخصی که عزت می خواهد پس تمام عزت در نزد الله است. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت است که گفتند: ظلم تاریکی های روز قیامت است. الله مهربان به ظالم مهلت می دهد، شاید که از کرده های خود پشیمان شود. اما ظلم عاقبت خوب ندارد. ظالم را حتما الله مهربان، الله قادر و توانا، الله قهار و جبار، الله انتقام گیرنده حتما برای ظلمش عذاب می دهد، جزایش می دهد. که میگد که پیامبر صلی الله علیه و سلم که ان الله لیملی للظالم فاذا اخذه لم یفلته. بیشک و شبهه الله مهربان برای ظالم مهلت می دهد تا اینکه توبه کند. پس اگر که او را گرفت، در عذاب گرفتار کرد، او را دیگر خلاص نمی گرداند و او از عذاب الله رها یافته نمی تواند. دو عمل را انسان در دنیا پیش از آخرت عذابش را می چشد، سزایش را می گیرد. یکی از این که شخصی که قطع خویشاوندی یعنی پیوند خویشاوندی را قطع کند، رفت و آمدی خویشاوندی را کنده کند، قطع صله رحم کند، عذابش را حتما در دنیا می بیند. و دویم شخص ظالم پیش از آخرت در دنیا عذابش را اول می چشد، بعد روز قیامت باز عذاب از این سخت‌تر او را انتظار است.
و الله ظالم را در این دنیا عذاب می‌دهد تا که دیگران آگاه شوند. تاریخ گواه است که در دنیا چقدر ظالمان و جباران و متکبران بودند که زیر دستان خود را ظلم می‌کردند و سزای عمل خود را گرفتند. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. این چنین گفت است پیری معنوی، ای برادر هرچی کاری بدروی. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرماید اتقوا دعوت المظلوم فانه لیس بینها و بین الله حجاب. از دعای مظلوم بترسید، زیرا بین دعای مظلوم و بین الله یگان پرده وجود ندارد، یعنی بیشک و شبهه زود دعایش قبول می شود. بترس از آه مظلومان که در وقت دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید. دیر یا زود الله متعال، الله جبار و قهار، انتقام مظلوم را از ظالم می گیرد. هرچند بعد گذشتن روزها هم باشد. پروردگار چنین قسم می خورد و عزتی و جلالی لانصرنک یا مظلوم ولو بعد حین. قسم به عزت و جلالم ای مظلوم، تو را مدد می کنم گرچند بعد گذشتن زمان هم باشد. الله تعالی از آنچه ستمکاران میکنند در سوره ابراهیم میفرماید استعیذ بالله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. الله را از آنچه ستمکاران میکنند به خبر حساب مکن، جز این نیست که آنها را برای روز موقوف می‌دارد که در آن روز چشمها خیره شوند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انصر اخاک ظالما او مظلوما. برادرت را در حالتی که ظالم است یا که مظلوم است یاری رسان، کمک کن. صحابه ها پرسیدند ما می‌دانیم که در حالتی که مظلوم است او را یاری میکنیم، اما در حالتی که ظالم است چگونه او را یاری رسانیم؟ گفت تمنعه عن الظلم، یعنی از ظلمش او را باز دارید. و در دیگر جمله فرماید ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه. اگر مردم یک ظالم را دیدند که ظلم میکند او را از ظلمش باز نداشتند، گمان است که الله همه آنها را یکجا در عقابش، در عذابش گرفتار کند. شاعر می فرماید لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا. ای انسان به یک بیچاره ظلم نکن در حالی که قوت و قدرت داری. فالظلم ترجع عقباه الى الندم. پس ظلم عاقبتش به پشیمانی آورده می رساند ظالم را. تنام عیناک والمظلوم منتبه. بعد از این که تو اون بیچاره را در جسدش، در مالش، در ناموسش ظلم میکنی، آمده براحت خواب میروی، حالان که او بیدار است به خالق خود راز میگوید، در حق تو دعای بد میکند. تنام عیناک والمظلوم منتبه یدعو علیک و عین الله لم تنمی. برای تو در حق تو دعای بد میکند و چشمان الله در حالی که بیدار هستند دعای او را شنیده ایستاده است. در آخر دعا میکنیم الله مهربان همه ما را در راه اهدنا الصراط المستقیم هدایت بفرماید. کوشش بکنیم در حق یگان مخلوق ظلم نکنیم که روز قیامت عذابش سخت است، جوابگری سخت دارد. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.